خود بنده میگم این عکسای سلفیایی که کشته شدن، چند شب بود که پریشان بودم. یاد مولانا عبدالعزیز افتادم که در اول انقلاب وقتی مردم رو میکشتند ایشون شب خوابش نمی برد، هی ناراحت میشد، روزش زنگ میزد به دفتر خمینی، پرخاش میکرد. وقتی این عکس ها رو من دیدم که چرا مولانا توکل کشته بشه، چرا اهل حدیث اهل سنت اولین کشته های این دولت بشن، خیلی ناراحت بودم. تا اینکه دیشب مولانا مجاهد خدا خیرش بده گفت که نه، اینا از عناصر خود ما هستند، اینا سلفی هایی هستند که با ما بیعت کردند، اینا رو داعش کشته که چرا شما با امارت اسلامی بیعت کردید. اسلحه برداشتن بر علیه مسلمان، اعوذ بالله، خلال کردن خون مسلمان کفره، کشتن یک بیگناه کشتن بشریته. وقتی این حرف زد من راحت شدم، ولذا دیدی امشب من پخشش کردم. لیکن بدون شک در میان طالبان افراد جاهل هست، افراد نادان هست، افراد مثل هر حزبی، هر گروهی. مهم اینه که سیاست دولت این نباشه، سیاست سلفی کشی، سنی کشی که الان سلفی، علمای بزرگ سلفی در افغانستان مخفی شدند. ولذا خواهش بنده از بزرگان طالبان، از مولانا مجاهد، از مولانا حقانی، اینه که علنا این کار رو محکوم کنن. اگر علنا محکومش نکنن، فقط بگیم ما نبودیم، این کفایت نمیکنه. علنا محکومش کنن تا فکر جهان اسلام هم راحت بشه. شما نمیدونید در اینترنت چه ولوله‌ای هستش. و وانگه شما سلفی ها رو بکشید یعنی چی؟ یعنی ای سلفی همه تو برید داعش بشید، داعش یارگیری میکنه. لیکن در هر دولتی اشتباهات رخ میده، هیچ جامعه بدون اشتباه نیست. ما از هر عنصری از عناصر طالبان انتظار اینو نداشتیم که یاران محمد باشن، لیکن هر کسی به اندازه خودش کوشش کنه، چه از راه نصیحت، چه از راه دعا، چه از راه گفتگو. برای که الان طالبان هر عملی که انجام بدن به پای اسلام نوشته میشه، چه بخواید چه نخواهید. و غرب میخواد اسلام نابود بشه، تشیع رو آورد به این خاطر. ایران اسم اسلام نمیتونه بگیرید، الان مونده جهان سنی.